سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امروز تعویض فلکی موتور زیلابگو داریم. میگیم که ویدیو رو استارت کنیم. بله، این فلکه گاورنری که الان جلوی دست هست رو جابجا میکنیم که بتونیم به راحتی فلکه رو عوض کنیم. توجه کنید که حالا اگه عکسش رو بتونم پیدا کنم میارم که پایین فلکه گاورنر فلکه هرزگرد، چون معمولا یه وزنه داره، اون وزن سنگین اجازه نمیده به این راحتی اینجا به جا بشه. بهتره که اول زیر این وزنه رو من با یه سطل گذاشتم، یه چیزی که بتونه اونو بالا نگه داره و فشار این سیمبوکس رو به پایین رو کم کنه. اول اونو مهار کنید که بالا بتونید خیلی راحت جابجا کنید و باز یه خورده خطرناکه وقتی که سنگینه، اگه اون کله کنه بره پایین یه خورده داستان میشه. حتما زیرش رو قبلا یه چیز بذارین که بتونین اینقدر راحت جابجاش کنید. الان هم که داریم این پیچ هایی که فلکه موتور رو به شفت داخل اتصال میده رو با میکنیم. 3 تا پیچ آلنخوره. این دوربین سمت چپی دوربین عینکه برای زاویه‌ای که بتونید شما بهتر ببینید. گاردای سیمبوکسل رو الان دارم باز میکنم. سمت چپی باز کردم، سمت راستی. حالا کسایی که آشنا نیستن، این گاردا باعث میشه که سیمبوکسل از توی شیارش در نیاد. حالا یه توضیح خدمتون بدم. این تصویر سمت چپ که داری میبینید یه فولی کشه. توی دفترچه راهنمای زیلابکس خودش گفته که با چند تا پیچ میتونیم فلکه رو خیلی راحت بکشیم بیرون. من فکر کردم این فولی کشه بهتره، هم سنگین ترم بود. آوردم نصب کردن، چقدر منو اذیت کرد، چقدر من اینجا زور زدم با چه ابزاری، این فلکه در نیومد با این فولیکش. حالا در ادامه میبینیم که با چند تا پیچ چقدر راحت این فلکه در میومد که من الکی اینقدر زور زدم با این فولیکش. نگاه کنید، 2 تا آچار جفت کرده بودم. اینور از این آچار لوله‌گیر استفاده کردم، رو کتفم گذاشتم با فشار خیلی زیادی، ولی باز وا نشد. حالا روش دومش اینجا میبینید که با یه چند تا پیچ خیلی راحت، خیلی ساده. البته توی دستور عمل خود زیلابکس گفته که یه دونه پیچ همون وسط بسته میشه. شما اگه اینجا رو نگاه کنید، اجازه بدید، این وسط جای یه دونه پیچه که من متاسفانه سایز اون پیچ رو نداشتم و بخواد به جای اون یه دونه پیچ 3 تا پیچ رو بستم. همون جایی که شفت، محل اتصال شفت به فلکه رو، من اون 3 تا پیچ رو به جای اون یه دونه پیچی که خود دفترچه زیلابکس دستور عملش گفته بود بستم. فرقی نمیکنه، اون راحت تره. باز پیچا رو میبندیم، هم سد میکنیم. اون 3 تا پیچ نگاه کنید، 3 تا پیچ داخل شفت و به شفت بسته شده. این پلیت پلیت روی این نشسته. من هرچی که این پیچا رو سفت میکنم، این فلکه رو داره میکشه بیرون. حالا اگه شکلش رو دقت کنید، چیز ساده ایه، فکر نمی کنم خیلی سخت باشه. نگاه کنید، الان با یه بوکس شارژی خیلی راحت 3 تا پیچ رو همزمان با هم سفت میکنم. یه دونه رو چیز نمی کنم کج بشه، یه خورده از این ور از اون ور، از این 3 تا رو با هم دیگه شل میکنیم که خیلی راحت این فلکه در بیاد. میبینید تکون خود داره میاد بیرون.
اون همه فشاری که من با فولیکش دادم که این در بیاد و اینقدر این راحت بود. فلکه نو رو جایگزین میکنیم. این آببند پیچه که روی پیش میزنیم آببندش میکنه. جای همون 3 تا پیچی که بسته بودم برای باز کردنش همون این پلیت با اون محل به این شفت اتصال فلکه رو به شفت انجام میده با اون 3 تا پیچ داخلی. کامل صفر میکنیم. حالا این یکی هم یه لاک برای ثابت موندن، ثابت نگه نمیداره. این لاک رو میزنیم که اگه احیانا یکی از پیچامون شل شد این لاک جابجا میشه و سرویس کار میتونه بفهمه که این پیچ شل شده. حالا یا سفت میکنه دوباره لاک میزنه یا به شرکت اطلاع میده، نیروی متخصصش میاد همین کار رو انجام میده. سمت راست بوکسلا رو دوباره داریم میندازیم. 6 تا بوکسل 8 اگه اشتباه نکنم. گارد بوکسلا رو سمت راستی، سمت چپی و در نهایت گاورنر رو برمیگردونیم سر جای اولش و فیکس میکنیم و به همین راحتی فلکه موتور ما تعویض شد.